سرخط خبرهای مهم. هشداری هواشناسان از خاکباریش در تاجیکستان. جزئیات نو در قضیه کراکوس سیتی هال و ضربه اسرائیل به مرکز بیروت. ایران وعده پاسخ سخت‌تر داد. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی رو تماشا دارید. امروز جمعه 4 اکتبر. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به آژانسی هواشناسی خبر داده است که 4 و 5 اکتبر کشور را چنگ و غبار فرا میگیرد. وابسته به این کمیته توصیه داده است که در این 2 روز باید بیشتر آب نوشید، تیره‌زده های خانه را محکم کنند و جهاز و فرش خانه را با لطه تر تمیز کنند. با گفته طبیبان چنین هوا برای گرفتاران بیماری‌های راه‌های نفس دشواری ایجاد می‌کند. متخصصان گفتند باد خشک از شمال افغانستان به تاجیکستان رسیده سبب خاکباری شده است. پس از چند سال قرضداری و تنفس، هواپیمای شرکت دولتی تاجیک ایر روز 3 اکتبر دوباره به مسیر دوشنبه خاروخ به حرکت درآمد. قرار بود پرواز نخستین روز دوشنبه 30 سپتامبر صورت بگیرد، اما با دلیل نامساعدی آب و هوا این پرواز بیکار گردید. به اطلاع فرودگاه بین‌المللی در هواپیما 17 مسافر بود که آنها را در خاروخ با تنتنه پیشواز گرفتند. طول پرواز از دوشنبه تا خاروخ 1 ساعت و 10 دقیقه و ارزش بلیط 900 سومانی گفته می شود. برخی ارزش بلیط را گران می دانند. ایده آن را از راه زمینی دراز و دشوارگذار و تعمیر طلب که راه کرایه‌اش تا 400 سومانی است بهتر می شمارند. با نوشته رسانه‌های دولتی روسیه در جریان تحقیق حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در ولایت مسکو که مقامات روسیه در طرح‌ریزی و اجرای آن چند زاده تاجیکستان را متهم می‌دانند، گویا معلوم شده است که بعضی از گمانبران می‌خواستند در برابر حادثه کراکوس یک عمل تروریستی دیگر انجام دهند. سنجیدن درستی این اتهام امکان ندارد، چون مقامات روسیه از اول پرونده را پس درهای بسته بررسی میکنند و شفافیت و درستی آن زیر سوال است. خبرگزاری ریا نوستی با تکیه به منبع‌هایش در نهادهای تفتیشاتی روسیه نوشت که مفتشان امید دارند کار را تا زمانی تعیین شده به پایان میرسانند. تاس با تکیه به موادی که در پرونده وارد شده است روز 3 اکتبر نوشت 3 گمانبر قضیه را در آمادگی به حمله دیگری تروریستی گمانبر اعلام کردند. در سندها گفته شده است که گویا این گمانبران با استفاده از بمب خودساخت می‌خواستند ترکش دیگری را انجام دهند. 3 گمانبر که از آنها نام بردن نشده است در تهیه مواد ترکنده گمانبر می‌شوند. در جزئیات دیگر از پرونده گفته می شود که 5 گمانبر حمله به کراکوس که از داغستان به مسکو برده شدند عضو شاخه خراسان گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش می باشند. از میان آنها به نوشته منبع شهرام جان گدایف، مستقیم سولیف، امید جان سولیف، حسین حمیدov و زبیدالله اسماعیلوف با تمدید مهلت بازداشتشان مخالفت نکردند. تنها وکیل دفاع اسماعیلوف گفته است که زیر حمایه او اتهام را به اساس می داند و دست داشتنش را در جنایت‌ها بی دلیل و ثابت نشده نامیده است. مقامات قدرتی روسیه بیش از 20 نفر اساساً زادگان تاجیکستان را با گمان صادر کردن این حمله بازداشت کردند، ولی تا امروز شبهه و سوال‌ها مانده است. 5 اکتبر روز جهانی آموزگاران است و همه ساله در تاجیکستان هم بخشیده به این روز معلمان را تبریک میگویند. نظرها به کار آموزگاران در جامعه گوناگون است. برخی زحمت آنها را با معاش کم قهرمانی میدانند، برخی هم آلوده شدن این کسب را با فساد تنقید میکنند. ما از راهگذران و مهمانهای پایتخت پرسیدیم که به نظرشان چرا در تاجیکستان آموزگار نمیرسد و آیا از کار آموزگاران راضی هستند؟ ما 100% معلم راضیم. معلم در تربیت فرزند نقش مهم دارد. تو جایی که پیش از پدر است، معلمه پیش از پدر است. میگه اول استاد بعد پدر و مادر. حرمت استاد در جای اول میستد. من راضی نیستم هیچ وقت که فرزندای من نسبت معلمان ناحرمتی کنند. از سبب نرسیدن شرایط باشد، به مهاجرت روسیه میروند، از سبب نرسیدن مبلغ ندارن فرزنداشون دانشگاه داخل کنند. وقتی که از صنف 1 میروه، حاضر من 1 نبیره چه میکنم، حاضر نه همین سال رفته میبینم خاراکترش چطورش که خصلتش دیگر خیلی شده. خوراکیش بر وقت دیگه خیلی خاراکتر دیگر روسی نقش کلان داره. نقش کلان داره. به نظر
نگاه مالی آموزگارا چی شرایط دارن؟ یعنی قدردانی میشن به فکرتون؟ قدردانی اگر ما اگر نکنیم وای برای چی وای را نمیسم موندن برای تربیت فرزندای ما. کاش همینش میدونم که تا 2000 ده کمی بد است. برام خب بسیار کس معاشی بلندتر فکر کرده بسیار هم خیلی وایوبا داخل میشوند که شتابای اولیکاشون کمتر زیادتر شود ده. آموزگار کم است برای همون معلمان همین به نسبت کم ده. معلمان بسیار من بینی که از دل خنک میروند. گپ هم راستش من خودم معلم کار کردم. 45 سال حاضر در نفقه هستم. لیکن این معلمای حاضر من میبینم من خیلی خالی در میبینی در کوچه اینو میبینم سلام علیکم میگم باشه تو چه خیلی بر خالی رفته استن. اینجا سونکای کلام بود در وای همه کتاب‌های همه نمودی کتاب‌های بدی بود کتابایی که بود علمی بود از آیا گفت کو می‌کردیم طلاق خوانندگان را همین معلمی که در اوج همون ایجادکار است. اگر معلم خود نشود در اوج اگر نشان ندهد طلبه هم از راه کاسته میشه. البته آموزگار چطور میرسد بسیار لیکن آموزگاران بسیار است از اینجا اولیکشان پس رفته شدن کار نمیکنن شرایطشان از بین شلاقا با وزنین تر است هیچ کار میکنن اردوش میخونن 3 فرزند دارم 3 بچه میخوای ها کجاش برای که خیلی آموزگار این رنگ میگه مادری دویم ده زندگی ده اما مکتبم برای می هسته که شتوهای تربیه میتید یک تربیه دپوسی پدر و مادران باید فرزنده و سرانو با ایمان با این نمیشد اما مکتبم آنچه вклад میکند برای تربیه فرزند ну какой любой زندگی و ایشان کمبودی هست لیکن واسه پدر و مادران هم آموزگاران هم مکتب خودشون دور کرده این پرابلم مکتب نگوین و همه کسی وای کنن باور کنید یگان جان یگان پرابلم نمیشه باشه و یا هم این مود آسان گفتن ای وای معلم اهمیت نمیتید اپایش نمیشد لیکن میبخشید دوزه ود من خودم 3 بچه دارم اویلم یک روز اثر تو بیگه خونی اوچش برو و 3 تا بچه که من بار قریب سرم ظریف داد اما من представлять میکنم که اوزی ماکسیمال любой معلمان 25 تا طلبه شد 25 تا این 25 تا هر یک خاراکتری خودش هر یکشان فکری خودش هر یکشان نیتی خودش هر یک تجربه подход یافتن это очень большой надо энергии и сил معلم شخصی بهترین است صفا بخشنده در روی زمین است دهد علم و ادب بر نسل نو است بزرگی معلم در همین است. بینندگان عزیز نظر شما چیست؟ با ما نویسید. در ضربه اسرائیل به مرکز بیروت پایتخت لبنان که تل‌آویو آن را عملیات دقیق نامید کم از 6 کس کشته شده است. حمله شب دوم به 3 اکتبر و یک روز بعد آن صورت گرفت که اسرائیل از مرگ 8 سربازش در حمله زمینی به جنوب لبنان خبر داد. یک منبع امنیتی گفته است نیروهای اسرائیل یک بنای استقامتی را در پایتخت لبنان و نزدیک به پارلمان این کشور نشان گرفتند. وزارت تندرستی لبنان گفت تعداد کشته شده ها در این حمله به 6 نفر رسید. 7 کسی دیگر زخمی شدند. مقامات امنیتی لبنان همچنین خبر دادند که یک حمله در زاهیه صورت گرفت، جایی که هفته گذشته بر اثر حمله های هوایی رهبر حزب الله حسن نصرالله با چند از یارانش کشته شد. گروه حزب الله که ایران از آن پشتیبانی میکند هم سازمان جنگجوست و هم حزب سیاسی. ایالات متحده آن را گروه تروریستی اعتراف کرده است. اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را برای خط سیاه وارد نموده است. حمله های اسرائیل به بیروت در حال صورت گرفتند که نظامیان ایران تهدید کرده بودند تل‌آویو به موشکباران جمهوری اسلامی در روز 1 اکتبر پاسخ ندهد وگرنه حمله های گسترده تر در راه است. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد.
4 октябри соли 2009 дар Душанбе як симпозиуми байналмилалии мероси имоми аъзам ва гуфтугӯи тамаддунҳо шурӯъ шуд ки дар он донишмандони улуми исломӣ аз 50 кишвар иштирок карданд. ин ҷаласаи зери назари ҳукумати Тоҷикистон расман ба 1310-солаги асосгузори мазҳаби ҳанафия Нуъмон ибни Собит мулаққаб ба Абу Ҳанифа ва машҳур ба имоми аъзам бахшида шуд ки 95% сокинони Тоҷикистон пайрави он ҳастанд. моҳи октябри соли 1886 Абдурауф Фитрат яке аз фаъолони ҳаракати маорифпарварони ҷадидият таваллуд шудааст ки барои ислоҳот дар низоми таълиму омӯзиши аморати Бухоро талош кардааст. ҷадидия як ҷунбиши ислоҳоти исломӣ буд ва замоне Садриддин Айниву Маҳмуд Хоҷаи Беҳбудӣ ҳам аз он пайравӣ карданд. Фитратро бархе маорифпарварон дар пантуркизм гунаҳгор мекунанд. 13 соли охири умраш бо кори илмиву таҳқиқот машғул буд, вале соли 1937 бо иттиҳоми миллатгароии буржуазӣ боздошт ва 5 октябри соли 1938 ба қатл расид. соли 1962 сафед шудааст. октябри соли 2014 бо номи «Дар сардӣ» як китоби мустанади аксбардори ҷавони рус нашр шуд ки дар бораи зиндагии мардуми Бадахшон ва водии Бартан қисса мекунад. Ксения Диадорова, аксбардори сокини Санкт-Петербург, мегӯяд суҳбату ошноӣ бо муҳоҷирони кории тоҷик дар Русия ӯро водор кард ки ба шинохту маърифии ин мардум пардозад ва ба яке аз дурдастарин гӯшаҳои ҷаҳон сафар кунад. бонки миллии хӯриби асъори хуриҷиро барои имрӯз чунин таъин кардааст. 1000 рубл баробар аст ба 111 сомонӣ, 100 евро ба 1175 сомонӣ ва $100 ба 1064 сомонӣ. ин хӯриби расмӣ аст ва аз бонкҳои тиҷоратӣ фарқ мекунад. бинандагони азиз, ин охирин барномаи навиди бомдодӣ дар ҳафтаи равон буд. бароятон истироҳати хуб орзу мандем. худо нигаҳдор.